انشالله شما از دیدن یک بازی خوب لذت ببرید. قرمز پوش از این لحظه هم داور سوتشو به صدا در میاره هست با توجه به سوابق داور هم جسارت آمیز. پاس رو میدن، اوروروف میزنه، عثمان رو میبینید بار از هم براجه، اما این بار جورج توپالوویچ که فقط راحت توپ، این دومین توپ منیر حدادیه که خیلی راحت گمان زنی ها گفته میشد شاید منیر به آسانی، خود آسانی میزنه میخوره به مدافع میده. شکی در کار دفاعی هم خوبه، سرد خوبه، 5 گل در شهر بلشه. خود علیپور رو وقتا عارف غلامی میاد، یه حرکت از حسین کنانی حالا خود کوشکی میزنه و این بار دوباره یه هم کاملا بسته بود پیامه. هم خود یاسر حسانی گرفتند همین اشتباه رو، تیر 2 و این اینجا دیگه ساپیتو داره صحبت، توپ رو گرفتند، متفاوت شروع کرد با برد، بعد 5 تشکیل دادن تو 2 منطقه آبی رو راه به جایی نمیبینی. فرصت استقلال گل یخ این بازی رو آب میکنه به اوت خط. ساله توپ رو برمیگردونه، علی ریکاردو در به خط حرکت میکنن، توپ رو آسانی توپ رو میفرسته بلند به روی دروازه. 11 تا میفرست. امید عالیشاه قرار زمین مستند تعداد امید عالیشاه زمین بازی رو ترک داره. بازیکن محسوب میگه در این سن علی پور رو میبینید که به جاش تیوی بیفوما باید ابس یه بار دیگه ببینیم روی پاییم. 5م بازیه بیفوما و اینجا در سوت این ورزشگاه قرارند و دیگه خوشو بشه بعد از عراق در این